نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه در پی ریدهای چند روز آخر اعلام کردند که صدها مهاجر از مسکو رانده خواهند شد. نیروهای امنیتی روسیه زیاده از 10,000 انشاءاتی را که در آن شهروندان خارجی کار و زندگی و استراحت می‌کنند، از جمله میدان‌های ساختمان، بازار و قهوه‌خانه‌ها و منزل‌های زیست را تفتیش کردند. در نتیجه این ریدها پلیس بیش از 6,000 قانونشکنی را در سمت مهاجرت آشکار کرده است. حدود 500 کارفرمای مهاجران نیز به جوابگری کشیده شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید که در جریان ریدها 22 نفر را پیدا کردند که در جستجو قرار داشتند. ستاد این اداره در مسکو برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی تقریباً 200 پرونده جنایی باز کرده است. مقامات پایتخت روسیه تصمیم گرفتند که بیش از 800 مهاجر را از این کشور اخراج کنند. در کراسنویارسک باشد، پلیس به مهاجران بازداشت شده پیشنهاد کرده است که برای دریافت شهروندی روسیه با وزارت دفاع این کشور قرارداد امضا کنند. به نوشته صحیفه استراژنا نووستی در تلگرام، کارمندان پلیس روز 8 اپریل در کارخانه چوب و تخته و انبار سبزوات رید گذراندند و حجت‌های 32 نفر را تفتیش کردند. در پی این سنجش 13 نفری را که سند نداشتند به شعبه پلیس بردند. از این میان 4 نفر از روسیه اخراج شده، 1 نفر دیگر 3,000 روبل جریمه شده است. در همین حال وزارت کارهای داخلی نواری را نشر کرد که در آن کارمندان پلیس کراسنویارسک به مهاجران دستگیر شده پیشنهاد میکنند که با وزارت دفاع قرارداد بسته با ادای خدمت حربی صاحب شناسنامه روسیه شوند. در خبر گفته نشده است که چه تعداد از مهاجران دستگیر شده به این پیشنهاد راضیگی دادند.